اول قدم همین است که هر محتسب عالم فاضل متدین صاحب الرشد والمعرفت باشد. اگر همین اوصاف وجود داشته نباشه و در بخش محتسبیت استخدام شده نمیتوانند اصولا. چرا؟ دین اسلام مقدس را علماء کرام خیلی زیاد درست ترجمانی کرده میتوانند و کوشش میکنند که دین اسلام و اسلام مقدس و امارت اسلامی و نظام اسلامی همه جا در کشور ما شما که جهاد پرور ملت هستند که در طول 20 سال قربانی دادند، هدفشان قیام نظام اسلامی بودند. امی ارمان که پر میشه در اهداف ما شما که میرسیم عمده سبب و علل شماست. چرا؟ اگر جهاد وجود داشته باشه و اگر جهاد در سرزمین خداوندی موجود باشه، مسلمان ها هستند و اگر امر بالمعروف و نهی عن المنکر وجود داشته باشه، نظام اسلامی قائم و دائم است. و الا فلا. شما ایتو حیثیت و اهمیت عند الله ایتو دارین که تعبیر کردن میتونن کسی. هم علما هستیم،